دو قطعه سیم مسی توپر و همطول. دو تا سیم داری، هر دوشون مسی هم. جنسشون یکسانه. پس مقاومت ویژه‌هاشون یعنی روهاشون با هم برابرن. یعنی رو سیم A با رو مقاومت ویژه B با هم برابر. گفته هم طولن، طولشون هم یکسانه، یعنی هر دو طولشون یکی، پس هم طولن، الاشون با هم برابر. اگر سطح مقطع مساحت سیم B، مساحت رو با A نشون میدیم. گفته A B 2 برابر A کیه؟ A باشه. مقاومت R A چند برابره؟ مقاومت B یعنی R B. خب اول برمیگردیم به عقب. برای مقاومت رابطه‌ای که تعریف کردیم برابر R مساوی رو A. میام مقایسه‌اش میکنم. کی به کیو میخواد؟ R A به R B رو میام میگم مقاومت با مقاومت ویژه رابطه مستقیم داره، پس میشه رو A به رو B. مقاومت با طول رسانا با طول سیمت رابطه مستقیم داره، L A به L B. مقاومت با سطح مقطع یعنی A رابطه عکس داره، یعنی میشه I B به I A. جا گذاری میکنم. رو برابر جنس یکی بود 1، الا برابر میره 1، هرچی تقسیم بر خودش 1. پس آر A به آر B یکایی چی؟ فقط به جای آی B که تو صورته میذارم 2 تا آی A به روی آی A با هم میرم. پس نتیجه‌ای که میگیرم آر A به آر B میشه 2. طرف این وسط این کنم آر A میشه 2 برابر آر B. این از قسمت اول. قسمت دوم میره رو مدار. اگه عدد خوانده شده توسط آمپرسنج مال کل مدار، آمپرسنج چی رو نشون میداد؟ جریان کل مدار تو به 2 آمپر. مقاومت هر یک از سیم ها رو ازتون میخواد، یعنی یه دونه آر A میخواد مقاومت سیم A و مقاومت سیم B رو هم من میخواد. بخوام اینا رو به دست بیارم، اول باید ببینم این دو تا مقاومت با هم سریان یا موازی. مشخصه مقاومت A و B با یه سیم هم وصل شدن، پس هر دو با هم سریان. پس من میام میگم A و B با هم سریان. پس مقاومت معادل رو من بخوام به دست بیارم با RT یا REQ نشون میدن. تو سری مقاومت ها با هم چی میشدن؟ جمع شدن. فقط دونه دونه بخوام به دست بیارم، یه RT رو میرم به دست میارم. RT ما میدونیم برابر با VT به IT. IT رو که عدد آمپرسنج بود داده 2 آمپر. این هم که اینجا بهتون داده در اصل V توتاله. V کل مدار اینجا رو شکل بهتون داده. V کل مدار رو بهتون داده. چقدر؟ 30. این میشه 15 اوم. پس من RT رو در آوردم 15. از طرفی به جای آر A میذارم 2 تا آر B، چون آر A رو اینجا به دست آوردیم. آر A قسمت اول به دست اومد 2 تا آر B، درسته؟ اینم خودش. پس نتیجه‌ای که میگیرم 2 تا آر B علاوه آر B میشه 3 تا آر B مساوی 15. پس اینجا آر B مقدارش در میاد 5 اوم. یکیشو در میاد. از طرفی از قسمت الف هم بخوام استفاده کنم، آر A رو بخوام به دست بیارم، آر A میشه 2 برابر آر B یعنی 2 ضرب در 5. اینم مقدارش میشه 10 اوم. اینم مقدار هر کدوم از مقاومتایی که خواسته بود به رتبه.